دلی دارم چو موری پر شکسته جونم، چو مرغابی لبه دریا نشسته جونم. دلی دلی دلم دل، دلی دلی دلم دل، دلی 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 میگوین که تا ارتا رو بنواز دلی، صدا که میدهد تار شکست دلی، دلی 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 دل. حضار محترم، مدعوین گرام، ظل الله خلیفه بغداد نزول اجلال می‌فرماید. نه بابا، ابهتش که بد نیست. لباس احمد خان انگ تنشه. بینم امشب چی کار میکنی ها؟ دلم نمیخواد بگن تو احمد خان دسته آفاق کمیتش لنگ مونده ها. میخوام امشب تو عروسی همچین گل کنی که صداش مثل توپ تو شیراز بپیچه، جوری که احمد خان آتیش بزنه. حالیت هست یا نه؟ ما فرمان میدهیم که هر کس بر خلاف تمایلات شما قدمی برداشت بلا درنگ گردنش را بزنند. قربانت کردم، حالا بفرمایین که عرق سرد شد و کباب از دهان افتاده. بفتم آگه بنیده. بفرمایین. جامی شراب ما را مهمان کن. عرق داریم فقط قربان. شکریم. برو بالا. یه قابلی نداری؟ مزه. با چه منظور از دل دل؟ مرد سور این دل. باز که تو داری تفره می روی سیاه سوخته. چه منظور از دل دل؟ خاطرخواهی. خاطرخواهی بابا. جوونی دیگه بابا. یادش بخیر. خاطرخواه چه کسی؟ چه کسی؟ اسکات سیاه چموش برزنگی. بستر مبارک ای کسی بدونه ده. دستور میدهیم که هرچه زودتر عشق او را شناخته، یافته، آورده و گوهر را به وصال معشوق برسانند. عرقو که بندازیم بالا سرماخوردگیتون برطرف میشه قربان. بیا بیا. تار شکست دل، دلی 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 دل. یکی که سالاست. همه میدونن غیر از خود صفدرخان. گفتی صفدرخان؟ آره یادش بخیر. اون وقتا تو هنوز شیراز نیومده بود. یه کاک و صفدری داشتیم، یه تاج سری داشتیم. نامردا ناحق و ناروا. آخر شب منشی حاجی احمد و تو پاشنه در زورخونش کشتن و در رفتن و تقصیر افتاد گردن کاک و صفدر. نه راه پس داشت و نه راه پیش. حالا 10 سال آزگارم. 10 سال آزگاره که تو تبعیده. میگن که ما همیشه زیر ابر نمیمونه. آهای کجا این اهل بیت؟ همه نشستی سامانباد؟ اینجا نشستی و از همه دنیا بیخبری آفا خانوم. تو که من نصف العمر کردی چی شدی؟
مگه نمیشنافی؟ گوش کنین ببینین چه ولوله‌ای زیر بازار چه راه افتاده. خوش خبر باشی الهی نصرالله خود. الهی همینطور دارن گاو و گوسفند قطار میکنن که جلو پاش خیر سر ببرن. پس چرا داری جونمو به لبم میرسونی؟ بگو چی شده؟ فردا صبح علک طلوع زیر دروازه قرآن محشر کبراست. یه نفر اون بالا رو دستای مردم میبینین که دارن واردش میکنن. کاکو آره کاکا خودشه، بیگناهی ثابت شده، آزاد شده. هاشم و نوچش باید برن 7 سوراخ قایم دیگه دور ما و بخت ما. هنوزم دور منه و بخت منه. ببالو نفست تو. مجلس عشق بهم خوا چا انداخته؟ یعنی خود اینه که چو انداخته. اره چو؟ کاکام الان پشت گوشت وایساده تا خون تو بریزه. من پشت گوشش فقط یه دونه پشه میبینم. و جلوم هم یه مایسته که داره وزوز زیادی میکنه. آره بسو پشتش آرام. کجا میخوای بری؟ دیگه اون ممر لولو برد. سالا بزن به چای. نفهمیدم. اسم صفتر به گوشت خورده و جونی گرفتی ها؟ صدات وا شده. هنوزم اگه سر قوسم بندازین توی یه چشمه هم زدن زندگیتون رو بیریخ میکنم. چادر چاخشون کن میخوام بریم عشق. نه این که ریختت خوشم میاد. ارتباطی در نیا دختر شوم شد. برش کن امشب بریم کار عروسی دقیقاً. برش کن تو خدا سرش نزن. نه باید باستی نه. تو رو خدا ولش کن. با تو با اگه منظورت فقط گرگیریه خب من خواستم بگرد تا بگردی. پس شما بگردی تا منم برگردم. بگردی. اینا رو از هم یواشی کنی. این میخواد منو بره. این میخواد منو بره. بره. جون من میخواد. اینم کن. بس این میخواد منو بره. کمک کنین. چرا اینقدر ما بدبخت باشیم که هر کسی ناکسی میاد به ما زور بده. تو رو خدا رو خودشو بگیره.
که نیومد. دلم شور میزنه چرا نیومد؟ چه میدونم. هاشم خان نیومدن پیشواز. در به در دنبال یه سولاخ میگرده که قایم شه. فهمیده که امروز کاکاد میاد. کیه چون نفهمیده باشه؟ هاشم حالا باز تو اون پاس بده. اگه پیدا شه. زیر سنگم که برای کاکام پیداش میکنم. دیگه چشم داره سیاهی میره. لعنت بر شیطون. به شیطون فوش نده میپیچه به پر و پامون. آی جوانک با هم حرف بزن. اینطور مثل غریبه ها که از نکن کنج دیفال دلم گرفت. آروم باش دختر. چطور میتونم آروم باشم وقتی تو بغلم وایسادی؟ یه خورده یواشتر. خیلی خوب تو هم. باز یه کاری بکنی که تو ذوقش نخوره با. تو ذوق کی؟ کاکام. من فکر کردم که مادر تو میگی. کاکام که اومد صاحب اختیار همه چی اونه. کی بهش میگه بیاد خواستگاری؟ همچی که عرق به تنش خوش شد. فکر میکنی کاکات کسر شر ندونه که دختر آفاق سردسته مطربا رو برای خانداداشش بگیره؟ از هیچی نترس. کاکام که مثل ننم نی. اون مرده. سرش تو حسابه. حتمانی همه چی رو رو به راه میکنه. پس مبارکه ایشالله. بلا نخورت دختر اینطوری نخند. ناراحتم میکنی. اگه من ناراحتت نکنم پس کی باید بکنه؟ گوش کن. تو باز حواست جمع کنی. باز یه جوری خودتو تو دلش جا کنی که سر بزنگا تو کارمون نیاره. آخ نه تو رو خدا. مثل خانوما همچی سنگین و رنگین با محبت. درست حالیته که اون وقت همه چی درست میشه؟ همه چی. پس مبارکه ایشالله. چی شده نسولا؟ این پیاد چیه که در آوردیم؟ پس کاکای من کو احمد آقا؟ والا چه عرض کنم؟ سلیم آقا دیروز که اومدن شیراز گفتن که کاکا از تبعید آزاد شده و امرو وارد شیراز میشه. بابا عجب آدمای نسناسی پیدا میشن. چو انداخته؟ چو انداخته؟
شده ننه؟ این کاکاته، این صفتر منه، در دادن خودشه. کاکو کاکو جون کاکو ناسو کاکام اومد! نه کاکام اومد! کاکام اومد! صدا تو بگو. آخه تمام اهل محل باید بدونن که کی برگشته. کسی بر نگشته. صفتر! نه کاکامه! قربونت برم الله. صفترکم دورت بگردم خاک زیر پات. صفترکم کشتی منو. چرا دلمو اینطور خون کردی؟ آخ تو این 10 سال چشم به این در بی صاحب خوش شد. همه کس در زد، اما وقتی تو نبودی انگار که هیچ کس نبود. صفترکم از بانگ خروس امروز زیر دروازه قرآن قیامت شده بود، اما تو نیومدی. آخه نمیخواستم. میدونستم چه بساطیه. برای همینم بود که نیومدم. داشتم با صورت رو خاک میافتادم وقتی گفتن تو نیومدی. همه جا حرف تو بود، همه جا بوی تو بود. حالا که تو بغلتم بره تو رو به سیدال کریم اینطوری عشق دل آدم رو ریش میکنی. قربون دست ننه. آره خلاصه باز همین فرد زیر بازارچه جلوی همه پشتشو به خاک برسونی. باز دخل این بچه پر روی نامرد و بیاری. اگه میدونستی تو این 10 سالی که نبودی چه آتیشی تو این محل سوزونده، یه چشم به هم زدن امونش نمیدادی. یه ساعته که من دارم زبون میریزم، اون وقت تو همینطور ساکت اینجا نشستی که انگار نگار. میگم نکنه که زبونتو تو تبعید بریده باشم. ببینم من خنگ شدم یا استغفر شیطون زدلم. چه شده؟ یعنی که تو میخوای صاف اینجا بشینی و به این بچه پر رو نوچش دور بدی که هر حال تو پورتی دلشو خواست بکنن؟ آخه من که من دار چی دارم میگم؟ چه کافری دارم میگم؟ چه ناحقی دارم میگم که اینطوری تو چشم زل زدی؟ دیگه زیر بازارچه به من دخلی نداره. شوخی میکنی؟ تو کی دیدی که کاکات با کسی شوخی کنه؟ تو خیال میکنی. تو هیچ وقت نمیتونی ساکت بشینی. تو همون پهلون صفتری که وقتی زیر بازارچه نعره میزدی پرنده رو هوا پر نمیزد. صبره چاکرم آقا فرما بس هرشی جوالت فرما سلام علیکم. مشتری داد چه بکن اینجا. چشم بفهمید اینم 2 تا چایه کمی. اون 100 تومانی که گفتم بفرستی باید چی شو؟ هاشم خواهد صفتر خان دیگه برگشته قلاف. آره برگشته. برشیدونه اینا همه میدونن، اما کی کجا دیدنش؟ میگن لچش سرش کرده و خونه نشین شده. چته؟ این تازه اولشه. یعنی همینطوری وایسیم و دم نزنیم؟
یعنی بدون سکه گپ پولمو کنم؟ ماشتالی سلام علیکم. او ساکپر رو که دیدیش بفرستش خونه ما. میخوام بدم دستی به سرگوش زورخونه بکشه. چشم. حواست بابانه پیرمرد با تو هم. ها کاکو حواسم با شماست. همین امروز همین از سایه زیر سنگ که باشی پیداش می. قنبر جان قنبر. شنفتی که چی میگن؟ نه من چیزی نشنفتم. ببری ها. خیلی خب الان چی میگن؟ میگن اگه بخوای استر کنی باز همون اول کار گرده بزرگونو به خاک بمالونی. حالا تو میخوای استر کنی یا نه؟ نه من نمیخوام استر کنم. حالا بلفظ که اومدی و خواستی کون بزرگش بزرگی میبینی تو اینجا ها؟ چرا وایسادی لب گودو رجز میکنی؟ صدای تو هم داره وا میشه. بید بریم بیرون اگه مردشی. حالا چرا راه دور و دراز بریم؟ همینجا بگرد تا بگردیم. خونه تو بی خودی واسه این حرفای ساعت تا یه قاز کثیف نکن. را بیفت ما کارهای مهمتری داریم. ضرب مرشد پوستش ترکیده باید بدیم پوست نو بندازن. را بیفت شنافتی که کاکاچیک باز بری پوست دنبک هره. کلار بفرست. نه برکه بالاخره هر طوری شده وادار روزی وادارت میکنم. اون ساعت تومن یادت نره غروب بفرستی در خونه. برو داشته جمع کن برو. پاشو را بیفت خیلی کار داریم. من دیگه با تو کاری ندارم. شایدم حق با اونه.
چی میکنی سری برده صفدر خانم آقای شهری تو صفدر خانم دیگه عاشقی بر دردی اینو میدونم کاکو جون اگه گیسم ببره پیشش میمونم کاکو جون دلو میگیره بونه عاشقم دلو بونه دوست دارم خواب ببینم ترک زینه اون نشستم مردم کل بزنن دستشو بده به دستم دلو میگیره بونه عاشقم دلو خونه گندش در اومد آها دورش در اومد آها عشق و محبت عجی کبشش بر اومد عشق چیه عاشقی چیه چند چهار تا خیلی کردی والا کار تو ساختش مامان خنگی به مولا مامان خنگی دیگه میدونم خوب میدونم دیگه نمیاد سراغم شیون و داد میزنمش از چراغم دلو میگیره بونه عاشقم دلو خونه سر راشو میگیرم اگه باز بیاد بشیرم اگه رازیش میکنه بیافتم به دست و پاش با دلو میگیره بونه عاشقم دلم خونه خواب دیدی بابا خیر ایسولو این حرفا کس که نسو عاشق گلو روزغم کرده چی وای داد و بیداد ما رفتیم از یاد بود من چرا مردم بوسک میشم سادومار بوری کنم آدم تو مادت میشم تصدقه چته؟ باز مست کردی؟ آره از دست تو همیشه باید مست کرد باز چی شده؟ هیچی نه انگار که ما چی میخوای بگی؟ اینو تو هیچ وقت نفهمیدی که من بده باشم یا بالاخره هاشم شبیه نصف شبیه روز دیگه روز مرگشه یعنی مرگ هر ستامون منم میکشی با چی میزنی منو میکشی به کجا میزنی منو میکشی تو خودمونم نکن دختر لعت میکنم تو رو خدا کشتی من
هستی؟ نصرالله سلام صفدر خان. سلام به گل رو. یه روزم اومدی خونمون واسهتون دردسر درست شده مزاحمتون شدیم. چه مزاحمتی؟ هر وقت دیگه هم اگه سر و کلش پیدا شد یواشکی بفرستین کلانتری مأمور بیاد. کلانتری مثل اینکه اومده بودین یه حرفایی بزنین که نصف کاره موند. ایشالا شب خدمت میرسیم. یه حرفایی هست که پس امشب منتظرتون باشین. حتما مزاحم میشی. پیر شدم و عرق شدم و تو هنوزم نفهمیدی. پس بذار بازم نفهم. هیچ وقت نفهمی. اینطوری اقلا واسه خودم قشنگتره. قشنگتر. چند دفعه باز بهت گفت که زیادی نخور. آخه مشروبم حدی داره. ماشالله چه دختری شده واسه. یه چزغله بچه بود اون وقتا. از کجا این همه شیطونی یاد گرفتی؟ شد که اینو یه دفعه از مادرش بپرسی. آخه تو اون وقتا انقدر شیطونی نداشتی. تو چشم بصیرت نداشتی. خوشم اومد. حالا ما هم رفقا خوشش میاد. ای والله. الله اکبر سمیان بصیرا. تو زورخونه داشتیم بنده آره حرفای اون بابات. حالا پاشیم بیایم بالا. دلم از تنهایی ترکی. اومدی شیطون. چه حکایتیه؟ دوست دارم. دوست دارم. دیوونم کردی بلا نگیری دختر. برو.
حالا چرا اینقدر توم میری دختر؟ چه میدونم؟ فکر میکنی چطور بشه حالا؟ چطور بشه حالا؟ کاشتی تو منو. بد شد به خدا. چه بدی؟ بالاخره که باز کاکا میفهمی. اما نه اینطوری، بد شد به خدا. حالا میگی چی کار کنیم؟ بریم خودمونو بکشیم؟ دوست داشتن مگه ننگه؟ آخ نه به خدا. اصلا عشقش به همینه که آدم دلش همش تو حال و بلا باشه. آره به خدا. تو کاشتی منو، چقدر خدا میکنی تو؟ خدام توی جوونگی. اگه تو رو صدا نکنم پس چه کسی رو صدا کنم؟ کف نگو. دوست دارم. خیلی خوب دوست داشته باش، اما تو کوچه که جای حرفا نی. اینجا که نیست، تو خونه که نیست، رو پشت بوم که نیست، پس کجاست آخه؟ اگه زیاد کفرمو در بیاری همین وسط کوچه لپتو ماچ میکنم ها. آخ نه تو رو خدا. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استغفر الله ربی و اتوب الیه. مبارک باشه الهی. خدا از دهنت بشنفه الهی. چه کسی رو زیر سر گذاشتی ننه؟ یه آتیش پاره همین بغلای گوشت. جان خریدار بند خندهاتم. الهی قربونت برم مادر. نرگس دختر آقا بگم از خونه های بالاتره. ببینم مادر جون، نوه زنوسه همومیه. اگه اون باشه که خیلی مقبوله. نه لختیشو تو هموم دیدم. به چه تن و بدنی، چه سینه های مثل سنگ میمونه. همچین که نفهمه خودمو بهش مالیدم، اصلا تنش بو نداره. اگرم داره بوی گلابه. بازم بالاترک. نکنه اقدس دختر حاج پشمکی رو میگی؟ بالاترک. آخ تو که منو کشتی ننه. بگو کیه دیگه؟ نه بند دلمو پاره کرده. نوچرش دیوونه هم کرده. اما نپرس که میترسم اگه بفهمی رضایت ندی. نکنه یه وقت از اون زنای نه بگو توبه، گناه مردمو نشور. تفلک خیلی معصومه. بدش من. فقط ننه تو رو به خدا حواستو جمع کن که بهت عوضی غالب نکنن. اون وقتا دیگه گذشت که دختر هموم به هموم از خونش بره بیرون. دخترها این دور زمونه واه یک بلا خوردهایی هستن که نگو. یه سر دارن و 1000 سودا. فکر ایناشو نکن ننه. صفترت کسی نی که عوضی بهش غالب کنن. به تو که هیچی. بابای خدا بیامرزت هم اگه زنده بود بهش غالب میکردن. دست مریضه ننه نوکرتم به ما واره.
چشم امید ما به شماست. چشم امیدت به خدا باشه مرد، من چی کارم؟ آخه شما باید یه فکری بکنید. من چه فکری دارم که بکنم؟ دولت هست، برو شکایت کن. اگه هاشه فهمه که از دستش شکایت کردم پدرمو میسوزونه. کاکو دو یه سر داره 1000 سودا، یه مش کارا هست که باید خود مردم بهش رسیدگی بکنن. این پنبه گوشت بیرون کن که من چقدر من که باید یه حرف به آدم گفت. گردنده هرچی تو بگی نه توش نیست داشتی، اما این یکی رو میدونی آخه بادام شیر که بادام شیر. اگه با این چیزا بازی کردی به جایی رسیدی. آخه داشتی اون که ماما کاری نره، سرش به آخر خودش بنده. ده نفهمیدی، ده تو خط نیستی، ده تو اصلا بیخوری. من غلط عرض کردم. ما رو به خاک مالیدیم، کیا رو عجل پاوده؟ حسین مهدیگری، بعدش امیر انگوری، بعدش حاج بری. خب و حالا؟ خب دیگه معلومه دیگه. خاتم همه گردن کلفتا، گرد و گردا سفترخان. هنو که هنوز اسمش مثل بختک رو من خوابیده. این یکی رو من خوابیده. این یکی رو که زدیم دیگه کار تمومه. تو نمیری خودش گزک دستم داد. اشتباه فکر نکرده باشم که نکردم، پاشو داره میکنه تو کفش من. یعنی که چی؟ کله پوک. حرف توش نیست که رفته تو نخ گوهر. عرض شود که راستش ما امروز واسه امر مهمی خدمت رسیدیم آفا خانم. خیر باشه الهی. والا خیر که هست، اما حقیقت اینه که ما میواس مادر میفرستیدیم خدمتتون. اما خب میدونی که شما زنها یه حساب کتابایی واسه خودتون دارین و یه اخلاقیات به خصوصی دارین که خب منم گفتم اول خودم یه لبی از هم وا کنم، بعدش هم مادر یه جوری رازش کنم بیاد دوخت و دوز کنه. خب آره دیگه، با اجازه شما ما میخواییم همچین. خب منظور؟ آخه خودت که واردی، وضع کار شما و خونواده ما و اسم و رسم و از این حرفای 100 تا یغاز و خلاص چطوری بگم مادر رو بالاخره یه جوری رازیش میکنم. حرف سر اینه که خب نظر شما و اینام شرط دیگه. اگه آدم خیالاتش یه طرف قرص باشه، طرف دیگه هم یه کارش میشه کرد. برو تو. بله خبا. قنبه جان قنبه. اسکی هیچکی توش نیست؟ سب که الانه معلوم میشه. دست تو این خراب شدنه؟ نه بابا، مثل اینکه خبراییه. آی گوهر کون گوری کپیدی. چی کارش داری؟ برای بچه ها خونه کلمتی سمسار دور هم جمع بودم، اما سورساتشون روبرا نبود. گفتم گوهر و چند تا از این تار و تنبوریات رو ببرم حالی به محفل بدم. امروز انبر جان قنبه. چی شنفتی تو؟ میگه که نمیشه. نشنفته بگی تو. واردم چرت میگه. درست گوش کن آفا خانم، ما خوش نداریم که آدمای غیر توی این خونه پاتوق بندازن. اگه پاتوقی هست مال ماست، اگه باجی هست مال ماست، اگه مال خوشگلی هم هست مال ماست. بهتره که دیگرون دورشو خید بکشن. وای گوهر
چادر تو به سرت مثل بچه آدم بی پایین ولی تو هر صورت سنبهی که باشی با دگلک میکشمت بیرون. تو همچه واسه من خودم میکشمش بیرون. واسه صفدر خان، من که زورم به این قلدرا نمیرسه. شما یه کاری بکنید. صفدر خان! گوهر جون، گوهر گوش کن. آقا چی میخواد از جون من این حیوون لنده؟ گوهر خیلی خوب. حالا که دیگه صفدر خان اینجاست. چشم نکن. همه چی درست میشه. همه چی دست شماست. اگه شما بخواین همه چی درست میشه. ایشاله که امشب دیگه تمومه. به امید خدا. ای یادت باشه اون وقتام که تازه پشت لبش سبز شده بود و دهنش بو شیر میداد، همش تو نخی این بود که باش گردگیری کنم که چی؟ که اسم در کنه، که جاپا قرص کنه. اما کی محلش میذاشت؟ از کجا من؟ شایدم میترسیدی که زمینت بزنه. هنوز کسی از شکم مادرش در نیامده که بتونه پشت منو به خاک برسونه. به رسوندن، به زدن زمین. یعنی همون نامردایی که بهشون دور نمیدادی زدنه. منشی حاجی احمد آخر شب تو پاشنه در زورخونه کشتن و در رفتن و انداختن گردنه. یعنی 10 ساله که زمینت زدن. زمین خوردن مگه شاک خدا کن. اما این دفعه اگه نجنبی همچی با نامردی میزننت که دیگه تا ابد از جات پا نشی. نه سلا، دوره این حرفا گذشته. این پنبه رو گوشت بیرون کن که یه روزی به هوای من، به هوای خودت زیر این بازارچه حکومت خود مختار را بندازی. به جده سادات همچی که نفست خواست در بیاد یه هفتیر پشت کلت، یه لباس آبی پشت سرت وایستاده که اگه جان بخوری مغزتو داغون میکنی. آخه مردم اما انتظار دارن. دیگه گذشت. دیگه ما نمیتونیم انتظاری رو برآورده کنیم. عوضی این حرفا برو دنبال زندگی. همچین همه کاکا دارن، ما هم کاکا داریم. دور این حرفا رو خیت بکش. بنا نمیگم بره واسط خواستگاری. برو توی دنیای دیگه اصلا. پول عروسیتم از ننه میسونم. زور خونم که داره علم میشه. بغل دست خودم باش. هرچی در اومد برادری و برابری با همین. کاکو برن شما تا بعد ما. من میرم رو بوم یه سری به کفتران بزنم. نهار که حاضر شد صدام بزن. جوونی آخرش هم آدم بشو نیست که نیست. ای ننه، مگه ما تو سن و سال اون که بودیم چی بودیم؟ تو بگو. یخت فرصت بده، به حق خدا درست میشه. زورخونه که راه افتاد خیلی چیزا عوض میشه. من بهتر از تو میشناسمش. خیال میکنی یاسین به گوشش خوندن فایده ای داره؟ زنش میدم جونم، عوضش میکنم. خیلی خوب، حالا بذار خودت یه تو میفرستی خونه دختره. همین روزا بذار یه فرصتی بشه، همین روزا یه سرگوش یاب بدم ببینم دنیا دست کی است، اون وقت خبرت میکنم. من فکر کردم که امروز رفتی سر گوشی آب بدی. از چشای مادر هیچ چیز. حیف که کاکام فرستاده بودم زورخونه. اگه بودم به هاشم نشون میده. من همینجوری از دهنم در رفت و به کاکات یه چیزی پروندم. همه چی دست شماست. اگه شما بخواین همه چی درست میشه. دیگه این دفعه میدونم چه شکلی باهاش سرشاخ شم. ببینم کاکات از من چیزی بهت نگفت؟ اگه فیل باشه گرداشو به خاک میماله. در مورد اون کفتره و نامهه و این که بالاخره قضیه ما رو فهمیده حرفی بهت نزد؟ خب باشه، حالا که سر پیری سجاده نشین شده و به نصیحت کردن افتاده، خودم شروع میکنم، خودم بهشون حالی میکنم. تو درباره خودمون به کاکات اصلا حرفی نزدی؟ فقط بذار پرم به پرش بگیره. آخ که دیگه از دست همه خسته شدم. از دست منم. و تو هم که وقت گیر آوردی و سر به سر من میذاری.
وقت گیر آوردم که باهات حرف بزنم عزیز دلم، اما تو مثل این که اصلا حواست به من نیست. حواسم به هیچی نیست. چرا؟ به بازارچه است. میدونی؟ عشق گردن کلفتی داره خفت میکنه. ولش کن، ولشون کن، یا حداقل تکلیف منو روشن کن. این همه وقتی که کاکات اومده و تو لب جلوش تر نکردی، بازم من که پررویی کردم و یه گوشه کنایه‌ای زدم، اما تو همینطوری دست رو دست گذاشتی و اینجا نشستی. آخه من نباید بفهمم چه کارم؟ نباید؟ تو بازارچه و کفتراتو بیشتر از من دوست داری. من تو و بازارچه و کفترامو با هم دوست دارم. یعنی من با بازارچه و کفترات فرقی ندارم؟ اینقدر سر به سرم نذار. کی به کاکات میگی؟ یه وقت مناسب. آخه این وقت مناسب کی میرسی؟ یه روزی دیگه. من میترسم تا اون روز یا من هیچ معلومه که تو کجا بودی؟ رفته بودم رختار رو جمع کنم. رختار رو؟ هنوز یه خورده نم داشتن. نم داشتن؟ کجا نم داشتن؟ خب یه خورده نم داشتن دیگه. هیچ معلومه که تو چته ها؟ خیلی خوب تو هم بابا چقدر بونگیر شدی. حالا میرم جمعشون میکنم. ایشه بسم الله. صافتر خان سلام. سلام گوهر خانم. حالتون خوبه ایشالله؟ اگه باز هم مثل اون رو فرار نکنی خوبه. شرمتو برم الهی. ببین چه رنگی داره میده و چه رنگی میسونه. واسه جریان امروز خیلی ازتون ممنونم. اگه شما نبودین معلوم نبود چی میشد. ایشالا یه روزی همه چی درست میشه. چه روزی؟ الهی پیش مرگت بشم دختر. یه روزی که ایشالا بخت به سراغتون بیاد. بخت من همین دور و برا داره پر میزنه. هر کی ندونه شما که خیلی خوب میدونی. آتیش به جون گرفته. حالا کی باید رو پشتمون بیشینه؟ این دیگه دست شماست. یعنی همه چی دست شماست. دست اوست کریمه، یعنی همه چی دست اونه که حکم میکنه. کاکا با کی داری اختلاف میکنی؟ تو هیچ معلومه کجایی عقیبت زد پسر. گفتی میرم بالا به کفتران برسم. همین که تو رفتی منم برقی پشت سرت اومدم بالا. دنبال یک کفتر زاغی رفتم تا تای بونای بازارچه رفتم. بعدش هم برای بچه‌ها تو کوچه بودن و پریدم پیششون. نصیر رو بیاری خودت هم جا خوش کردی اینجا. داشتیم آخه صحبت زورخونه بود و بنایی و کاگلکاری و این حرفا. آره خوبه دیگه نمیخواد دروغ دنبال سر هم کنی. بیایم پایین غذا از دهن افتاد. الهی شکرت. سلام بر حسین. لعنت بر یزید. پشت یه تکبه بریم پیش آق مرزا، شاید که عبادارا آورده باشه. پشو. یا علی. اینقدر خون به دل آدم نکنین. چایی واسهتون دم کردم. آخه شد یه دقیقه تو این خراب شده بنشین. وضع جوریه که باید دوره بر کارو داشت. آخه اخلاقیات ننه رو که میدونی. خود دختر چطور؟ دیدی شن که از کسی حرفی چیزی در موردش شنفتی چیه؟ جمالشو زیارت کردم. میونه خودمون بمونه بعد جوری هم گرفتارش شدم. اما فقط کو جرأت که لب جلوی ننه تر کنم. جون نصیب پاک کلافش شدم. پیش خودم گفتم یه جوری تو رو بنزم جلو که یه ریختی ننه رو حالیش کنیم. چه؟
حتی چه پنهون کاکو، منم یه جوری میخواستم تو رو بنزم جلو. منو؟ آره، منم تا حالا جرأتش نکردم که به ننه حرفی بزنم. بعد دختره یه جوریه که نمیشه به ننه گفت. خودت مشتاله که جریان بهتر میدونی. کدوم جریان؟ جریان کدوم دختر؟ به هماره باش که فکر میکردیم همه چی دستگیرت شده. کاکو بمیره اگه روحش از این قضیه خبردار باشه. اما تو نامه رو که به پا کفتر بسته بود و واسه من پر داده بود خونده بودی. یعنی گوهر خودش به من گفت. بعدش من خجالت فرار کرده بود. من یادت رفته. رضاییم به رضای تو.
جوری ننه رو راضی میکنم. مبارک انشالله. دیدی؟ جانم بهزیت نگاه قمر جون قنبر شنیدم که پرشب خبراییه عروسی نسیه با گوهر ببین کار زمونه به کجا کشیده دختر معروفه و زنداش دفترخان بعضی ها فقط استشون دهن پر کنه غیلا غیرتشون اگه داشته باشن اگه داشته باشن
تازه رنگش از اون بزرگتره. بیا شهرت یه ماز شاد ما یالا خوش به سعادت جد آمد
به شاه داماد یک کف بلند و مرتبی بزنید. سفترخانیش خبری نیست. یکی دو ساعته که بنکل قیبش زد. مزه نامردا بد جوری امرو آزارش شدن. خدا ذلیلشون کنه. دلم واسش کبابه. اگه رأیش بود جفتشون همونجا به درک فرستاده بود. بعد جوری گرفته و ناراحت دیدمش. خونشو میخورد و دم نمیزد. برای همین مورد عنایت ماست. اینقدر حرف نزن، بده درست بچسب به آقای عنایت. اینجا چی کار میکنی مادر؟ همه جا رو دنبالت زیر و رو کردم. همه رو آماده کرده بودم، دیگه کاری نبود. چمدون برای چی؟ تو چه پنهون؟ ما آخر شب میریم. میری؟ از اولش هم نواز می اومدم، بی خودی اومدم، بی خودی ترم پابند شدم. یعنی خودم رو گول زدم. اصلا بعضی چیزها به پاری آدم ها نیومده. من میرم مادر. من میرم، این زورخونم مال نسی که خرجش در بیاره و دیگه سربار تو نباشه. تو هم بالاخره به پولای تای صندوقت احتیاج داری. پس منم با خودت ببر. نه نصیب تو احتیاج داره. آخه بچه بزرگ کردم که برای دلم باشه، نه اینکه خودشو آواره کنه. اینقدر نیشتر به دلم نزن. منو ببخش، به موت قسم که دیگه طاقت موندن ندارم. پس همه با هم میریم. نه بذار تنها باشم، اینجوری خیلی راحت. تو چشای من نگاه کن، راستشو بگو. چی رو راستشو بگم؟ اون دختره. کدوم دختره؟ همون دختره. کی بود؟ نه چشای تو داره به من حرف میزنه. دیگه نمیخواد لاپوشونی کنی. نه بگذار. تو چرا بخشیدیش؟ من چی رو بخشیدم؟ این حرفا کدومه ننه؟ زندگی منو دست انداخته بود، فقط با یه اشتباه کوچیک. همین. مادرت تو رو بهتر میشناسه. من اخلاق تو رو میدونم که صبر. بس ننه،
ببین دیگه اگه یک کلام در این مورد حرفی زدی نزدی فراموشش کن. اینم خوب نی که اما کسی اونجا نباشه. تو برو، منم الانی میام. برو. آدم شب عروسی پسرش که گریه نمیکنه شگون نداره. جوونک بالاخره به هم رسیدیم. اما تو چرا ناراحتی اینقدر؟ نکنه از اینکه با هم عروسی کردی دلخوری؟ من دلم داره شور میزنه. وای خدا مرگم بده. ببینم شور امشبو. بس کن تو هم. داد نزن سرم اینطوری. شب اولی دلمو میشکنی. بعد از زوری تو قصابی هاشم لنترانی خونده بود واسه کاکام. بعدشم که از همون میومدیم بیرون سر تو هرچی دهنش رسید گفت. کاکام نذاش وگرنه روده هاشو میریختم بیرون. میدونی کاکام خیلی گرفته است. تا حالا اینطوری ندیده بودمش. چند روزه که گرفته است. از امشب میترسم. آخه چرا؟ به دلم برات شده که امشب یه اتفاقی میافته. اتفاق چی؟ همش منتظرم که سر کله هاشم پیدا بشه. برو بچه دیگه، برو کم کن. حالش تو بابا هاشم خان. بریم تو دیگه. اونجا رو نگاه. ببخشید عروسی نصرالله خانم اینجا؟ بله همینجاست. صفدر خانم که تشریف دارن. بله صفدرخان تو زورخونه است. شما بفرمایین الان میاد. نه ما فقط با ایشون کار داشتیم. شما بفرمایید. بگم ببر کجا؟ یا تا صفدرخان نیومده بریم کار یه سره کنیم دیگه. من این قرار نبود عروسی رو به هم بزنیم. که تو چقدر خنگی. ما با صفدر کار داریم نه با عروسی. باید از زورخونه کشیدش بیرون تو عروسی جلوی همه کنفتش کرد. خب چه فرقی میکنه؟ عروسی داشتم که به هم بزنیم انگار که اونو کنفتش کردیم. صفدر اون مهمه. اما باز تو یه کاری بکنی. چه کاری؟ وقتی با اون سرشاخ شدم اگه دیدی هوا پسه از عقب ناکارش کن. این دیگه خیلی نامردی. ببینم تو با منی یا با اون؟ با تو هم، اما نه دیگه اینقدر نامردی. با نامردیه که آدم مرد جلوه میکنه. را بیاف. برو تو بباره. چرا زورتو داری به اونا نشون میدی نامرد؟ واسه تو نشون بدم. تو یه وقتی قابل بودی. همه میدونن که لچک سرت کردی و خونه نشین شدی. مرد برو پی کارت. اینقدر کرکری نخون. این بازارچه اینم تو ما که حرفی نریم. ما منو قبول ندارم. میگن اگه تو بخوای میتونی. اما من میخوام ثابت کنم که نمیتونی. آره میدونی اسم تو مثل بختک رو من افتاده. من این بختک رو باید از رو خودم بردارم. تازه گذشته از این هم
تو عشق شب البته ما انداختی تو دومره دعاشه. اگه میخوای کاری به کارت نشته باشم میری دست گوهر رو میگیری و میاری میذاری تو دست من. دیگه داری بر زیادی میزنی. اگه کسی ندونه من که خوب میدونم تو کی بودی و کی هستی. برو پی کارت مرد. حیف مرد که آدم به تو بگه. اگه مردش اینه که گفتی یه دفعه دیگه بگو. زمونه عوض شده. مردی دیگه به تو برازنده است، نه آدمی مثل من. برو پی کارتو راحتم بذار. تو خیال کردی من میذارم آدمی مثل تو اسمشو رو اسم من بکوبه؟ تو خیال کردی من میذارم این پشت رو به خاک برسونی؟ من این پشت رو یه دفعه به خاک رسوندم. بس بذار یه چیزی بهت بگم که تا جیگرتو بسوزونه. این من بودم که منشی حاج احمد و آخر شبی کشتم و انداختم گردنم. اون موقع یه جتقل بچه بودم. حالیدی که ها؟ اما حالا خودتو رو به خاک و خون میکشم. پس تو نامرد بودی که منو به خاک سیاه نشوندی. تو هیچی ندار بودی که با اسم و رسم من بازی کردی. الان همه محله رو خبر میکنم تو بدونن قاتل 10 سال عمر منو اون پیرمرد بدبخت کی بوده. قنبر!
پس کاکام کو آخه؟ باید دیگه پیداش بشه. 2 نفر باهاش کار داشتن رفتن زورخونه پیشش. مبارکه باشه. سلامت باشین. بفرمایید کدوم تو 2 نفر؟ مشرف فرمودین. چه میدونم ننه 2 نفر آدم که سراغشو از من گرفتن. کاکا کاکا زدیش کاکا میدونستم یعنی همه مردم میدونستن که تو هنوزم همونی هستی که بودی زفترخانه تو زورخونه کشتن! برین از جلو چشا! برین از اینجا بیرون! کاکا سفتر